بینندگان عزیز افغانستان دیسکاوری به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه که آمد فصل بهار و شکوفایی گل درختان است، ما در یکی از دوردستترین قریه های افغانستان آمدیم تا یکی از فرهنگ و رسوم مردم افغانستان را به شما به تصویر بکشیم. مردم افغانستان در اوایل سال فرهنگ و رسوم زیادی دارند و یکی از این فرهنگ ها که خیلی قدامت داره و قدیم است در میان مردم افغانستان آماده سازی سمنک است و ما خواستیم در این برنامه برای شما آماده سازی سمنک به تصویر بکشیم. امید داریم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در فصل بهار درختان گیاهان شکوفا می شوند و طبیعت دوباره زنده شده جهان هستی را رنگ دیگر می بخشد. در این فصل مردم قطغن زمین برای آماده سازی سمنک گندم را در پدنوساب یاری می کنند. در حدود 7 یا 8 روز گندم کاملا شیره می گیرد و آماده سمنک است. الله خیلی تو یه چرا نگرفته یه Kiri kora zjavim. Ha. شغل نکرده بود تر شده زنده هزار مایدگی هم مایدگیش هم نقص میکنه این در خودش تستگی اینجا شهر است و گندم را ماشین میکنند تا شیره از گندم جدا شود. تا اینکه گندم ماشین شده از شهر بیاید، تعداد از اشتراک کننده ها برای آماده سازی دیگدان چوب میشکنند.
با بگیره که صاف شد نازنینم در چی میمونین در تلویزیون اطفال همچنان از این جشن سمنک استفاده کرده شادی میکنند. و تعداد هم در چمن بازی محلی غرسه را انجام میدهند تا قوی ترین پسر محله بعد از بازی مشخص شود. بزرگتران در خانه مصروف کفچه زدن سمنک هستند. هر یک به نوبت سمنک را کفچه میزنند که مبادا خراب شود. باران‌های موسمی بهاری هم گاهی میبارند. تقریبا بیشتر از 10 ساعت است که سمنک در جوش است و زنان و مردان به نوبت تا نیمه های شب سمنک را کفچه میزنند و ترانه میخوانند. حالا سمنک آماده شده و برای همسایه ها توزیع می شود.
تقسیم میکنیم سمانک. بهار است و درختان تازه شکفته است. پسران محله فردای آن روز در تجلیل از بهار به میله طفلانه خود می‌پردازند. امروز بهار است. ما میخوایم که در این سرسبزی و در این طبیعت بهتر ما جشن بگیریم بهاره و این پاپرک و چیزا را خریداری کردیم که تا بتونیم یک بهار عالی را جشن بگیریم. ما اینجا همراه اندوالات میخوایم یک بهار عالی و بسیار با خوشی جشن بگیریم. آمدیم در بهار نان چیزا آوردیم میخوریم. در بهار هوای تازه، سرسبز، گل و غیره چیزها. ما آمدیم که یک میله بگیریم. هر کس میره هر جای فرخار عرصه هر جای میله میگیره، عکس میگیره، ویدیو میگیره. ما آمدیم اینجا میله گرفتیم، نان آوردیم، شیرچای آوردیم، چیزای میله آوردیم و غیره چیزا آوردیم میله میگیریم. اما تو پیت جا فرد خوب. با شماری از دوستانش به خاطر تفریح به اینجا آمده است. دیده می شود فضای آرام و طبیعی در این بخش ورسج علاقمندی این دختر خانم ها را برای آشپزی و تفریح بیشتر ساخته است و آنان هم آرزو دارند تا این فضای آرام و گوارا در سرتاسر کشور حاکم شود. و با امید یک موفقیت بزرگ ما تجلیل سال نو در اینجا آمده ایم. ما میخواهیم که همراه دوستا در اینجا از قدیما برای ما مانده، از پدرکلان و مادرکلان ما همراه دختر خانم ها یا آمده ایم که در اینجا تفریح کنیم، سال نو تجلیل کنیم.